یک سازمان معروف بین المللی حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان و جمع آمدهای آسایشته، تعقیب فعالان و منتقدان و بازداشت‌های خودسرانه و دادگاه‌های ناعادلانه تنقید کرده است. گزارش امنستی اینترنشنال یا عفو بین الملل روز 28 اپریل نشر شد. همکاری ما کیومرس آن را دید و برای شرح بیشتر در ما اینجاست. کیومرس، خلاصه سازمان درباره وضع حقوقی آدمان چیست؟ سلام عبدالمومن و بیننده های عزیز. پیش از همه باید بگویم که گزارش سازمان عفو بین الملل درباره وضع حقوق آدمان در سال 2024 است و کشورهای زیادی را در بر میگیرد، ولی ما امروز بیشتر درباره تاجیکستان گپ میزنیم. تصویر عمومی نمایندگان عفو بین الملل درباره کشور ما این است که سال گذشته تعقیب مخالفان ادامه کرد. فعالان و منتقدان حکومت و روزنامه‌نگاران مستقل از جمله آنهایی که در خارجه هستند هدف تهدید و تعقیب سیاسی قرار گرفتند. اینچنین به گفته مؤلفان گزارش تبعیض زنان و اقلیت یا کمشماران پامیری دوام یافت و زورآوری خانوادگی، شکنجه و مناسبت بیرحمانه و تحقیرآمیز به طور فراگیر در تاجیکستان باقی ماند. آنها با توجه به این حالت تاجیکستان را در قطار کشورهای چون افغانستان و بنگلادش و بلاروس، پاکستان، افیوپیا و اوگاندا جای دادند. البته عبدالمومن، بگذشت 2 روز از نشر این گزارش که برای همه دسترس است، حکومت تاجیکستان هنوز به این سند واکنش نکرده است، اما در گذشته طور در یاد داریم مقامات وضع بد حقوق آدمان را در کشور یک تصویر نادرست نامیده بودند. کیومرس، همچنین نمایندگان حکومت بعضی از تنقیدهای بین المللی را در گذشته بی پایه خوانده بودند، چون به باور آنها نمونه ها یا دلیل ها آورده نمی شوند. شما گزارش را خواندید. آیا برای اثبات تنقیدها مؤلفان کدام دلیل آوردند؟ اگر هم می شود بعضی از نمونه ها رو در اینجا گفت؟ بله عبدالمومن، مؤلفان برای اثبات گفته‌هایشان چند دلیل آوردند. از جمله به گفته آنها پناهجو بلال قربانعلیف که در سال 2023 از آلمان رانده شد، با گناه عضویت در گروه 24 یک جنبش سیاسی فعالیتش ممنوع در تاجیکستان به 10 سال زندان محکوم گردید. عفو بین الملل از حبس گروه 9 نفری که از یک روزنامه‌نگار و سیاستمداران و منصبداران پیشین عبارت است به مثل سید جعفر عثمانزاده و اکبرشاه اسکندر و شاکرجان حکیموف و دیگران نیز یاد آورده است که با عیبنامه کوشش تبدلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خود محکوم شده ها و پیوندانشان به این عیبنامه راضی نیستند. گزارشگران عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال همچنین گفتند که دادگاه در ماه ژانویه سال 2024 شهباز شریف بیگ را برای ویدیویی که در آن از زورآوری کارمندان کمیسریت حربی شکایت میکرد به 5 سال حبس محکوم کرد و مقامات در ماه اوگوست احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک را با اتهام دادن رشوه برای پیشگیری از بسته شدن روزنامه‌اش بازداشت و سپس حبس کردند. در همین جا باید گویم که تنها نکته‌ای که در گزارش ستایش شده است این سازش مرزی تاجیکستان و قرقیزستان و بهتر شدن مناسبات این دو کشور همسایه پس از نزاع چند ساله سرحدی است که در گذشته سبب کشته شدن ده‌ها تن از دو طرف گردیده بود و همچنین گزارشگران قبول قانونی را مثبت دانستند که پدر و مادران تاجیک را وظیفه دار می‌کند که در پرورش کودک از جمله از جزای جسمانی و زورآوری استفاده نبرند. همین. سپاس کیومرس عطا، گزارش سازمان عفو بین الملل را خلاصه کرد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.